مقایسه کردن ها به ظاهر بسیار ساده معلوم میشه، اما از نظر روانشناسی ناخودآگاه تبدیل میشه به یک چرخه مداوم مقایسه. از نظر روانشناسی زمانی که این مقایسه کردن ها تکرار میشه، سبب نارضایتی، اضطراب و نگرانی در افراد میشه. ماورا از این که سبب اختلالات و مشکلات روانی میشه، فرسایش عاطفی و سبب کاهش اعتماد به نفس هم میشه. سلام دوستان عزیز، به پادکست هفته خوش آمدین. در پادکست هفته ما روی مقایسه بحث میکنیم، علل خصوص مقایسه که در بین خانواده ها میشه. مسئله و موردی که در بسیاری از خانواده ها سبب شده که برای بسیاری از خانواده ها مشکلات بسیار زیاد و عدیده را ایجاد کنه. در آغاز اجازه بدین در مورد مقایسه بگویم. مقایسه اصلا چی است؟ مقایسه اصلا سنجش خود با دیگران یا با یک شخص است. زمانی که ما میایم خود را با دیگران به سنجش میگیریم، به ارزیابی میگیریم، مقایسه میکنیم، اینمی رفتار را ما مقایسه میگیم و این رفتار بیشتر جنبه اجتماعی داره و از نظر اجتماعی اگر به بررسی شود، معمول فرد از نظر ثروت، از نظر موفقیت و بس مواردی که در اجتماع است، خود با دیگران یا خود با یک شخصی و یک فردی به مقایسه میگیره. اینی طرز دید، اینی طرز شکل و رفتاری را که فرد از خود نشان میده یا اعمال میکنه در زندگی خود، ما برش مقایسه یا مقایسه کردن میگیم. در آغاز اجازه بدین روی انواع مقایسه در خانواده و یا مقایسه های خانوادگی بحث بکنیم. اولین مقایسه را که میشه برش اشاره کرد، مقایسه رو به بالا است. این مقایسه معنایش است که شما خود را با کسانی که بالاتر از شما، خوبتر از شما، بهترتر از شماست خود مقایسه میکنین. یا بگوییم که فردی که از شما موفق است، فردی که از شما ثروتمند است، فردی که از شما زیباست، فردی که از شما بیشتر دستاورد داره از نظر علمی، مثلا ماستری و دکترا و اینا داره، شما خود را از پایین به بالا مقایسه میکنین. یعنی خود را پایین، اونا را بالا و بلند میبینین. در این قسم مقایسه ها ما معمولا احساس نارضایتی، ناراحتی، احساس شکست، تلاش نکردن، موفق نبودن، یا ای که ما بسیار خوب نیستیم، چرا خوب نیستیم، چرا زیاد زحمت نکشیدیم، چرا فلان و بسمدان وقت ای کار و ای اقدام را نکردیم. این حس معمولا به ما رخ میده و این حس معمولا ما را با نارضایتی و اضطراب روبرو میکنه. نوع دوم از مقایسه را که میشه برش اشاره کرد، رو به پایین است. در این نوع مقایسه که از نامش هم پیدا و هویدا است، ما خود را با افراد و اشخاصی که از ما کرده کمتر موفق است، کمتر زیباست، کمتر دستاورد داره، کمتر ثروت داره خود مقایسه میکنیم و ما با خود میگیم که خب ما خب بهترین وظیفه داریم، ما خب بسیار پول داریم، ما خب بسیار درجه و مرتبه داریم. و در این قسم قضایا و در این قسم مقایسه ها، هرچند بعضا توصیه هم میشه، حتی توصیه میشه که خود با کلانا مقایسه نکنین، از خود کرده با ضعیف ها خود مقایسه کنین، ببینین دیگران ندارن ما داریم، شکر بکشین، این قسم است او قسم است. ما که نتیجه گرفتیم، ما که با مراجعان کار کردیم، تا یک حدی، تا یک قسمت مؤثر واقع شده، یعنی خوب بوده که ما وقتی که دیگران را دیدیم که از ما کرده کمتر داره و ما داراتر، توانمندتر هستیم، موفقتر هستیم، از خدا شکرگزاری کردیم. اما بعضا این حس و یا این مقایسه هم و یا بگویم اکثرا این مقایسه هم
ضرر داره. اکثرا این مقایسه هم فایده یا بگویم سود زیان و خوبی به ما نداره. معنایشی است که در بسا موارد در این قسم مقایسه ها ما احساس رضایت کاذب میکنیم، ما مغرور میشیم، ما بیشتر دیگه کار نمیکنیم، زحمت نمیکشیم و راضی میشیم. یک رقم فکر میکنیم که خب کافی است، ما بیشتر باید کار نکنیم، تلاش نکنیم و از این جهت اگر به این شکل نتیجه میگیریم این مقایسه هم درست نیست. ولی اگر دیدیم که نتیجه مثبت داره هیچ مضر نیست، این مقایسه را مشکل نداره. ولی ما که متوجه شدیم و ما که دیدیم متاسفانه در این قسم مقایسه ها هم بعضا پیامدهای منفی و مضر برای ما بوده. یک مقایسه دیگه هم مقایسه درون خانوادگی است، یعنی مقایسه که در درون خانه انجام میشه، بعضا توسط والدین، بعضا توسط یکی از مادرها یا پدرها انجام میشه در خانواده. و این مقایسه طوری است که مادر یا پدر یا خانواده اولادای خود نسبت به هم مقایسه میکنه. دخترها را نسبت به بچه، بچه را نسبت به دخترها، خردها را نسبت به کلانا، کلانا را نسبت به خردا، لایقها را نسبت به کمتر لایقها، زیباترها را نسبت به یکم نازیباها، لاغرها را با یکم وزندارها، به یک شکل از اشکال مقایسه میکنه و بعضا این مقایسه ها انجام میشه و این هم یک مقایسه نادرست است و متاسفانه در خانواده ها انجام میشه و این پیامدش متاسفانه از نظر روانی است که زمانی که شما یک دختر و دیگه دختر را یا یک پسر و دیگه پسر خود یا دختر و پسرای خود با هم گد به اصطلاح به مقایسه میگیرین، این سبب میشه که در اول خو او شخص یا او فردی که شما با یک فرد زیباتر و لایقتر و باهوشتر مقایسه میکنین، او اعتماد به نفسش افت میکنه و در بسا موارد اگر شما به خاطر ای یا به دلیلی که اونا بیشتر تحریک شوند و بیشتر زحمت بکشن و بیشتر دست بکار شوند یا تکان بخورن، ما اینطور یک نتیجه را ندیدیم. نتیجه که ما گرفتیم ای بوده که معمولا سبب شده بین اولادا و خواهر برادرها رقابت ناسالم شروع شود و این رقابت ناسالم حتی تا مرگ هم بعضاً به انجام رسیده، تا خشونت و تا سرکوب و تا مشکلات ایجاد کردن و به زندان انداختن و دسیسه و به اصطلاح جنجال ساختن و اینا خب نرمال انجام می شده متاسفانه. یکی از مقایسه ها را که میشه عنوان کرد یا به گفت که یک نوع از مقایسه خانوادگی است، او مقایسه ناامنی درونی است. یعنی سر و صداها، خشونتها، تراماها، هر آنچی که متاسفانه نامطلوب در کودکی و نوجوانی و یا بگویم در گذر زمان در یک خانواده اتفاق میفته، آرام آرام سبب میشه که فرد دچار ناامنی روانی یا خلای روانی شود. در این طور یک وضعیت فرد وقتی که بزرگ میشه به جامعه میه یا در نیم خانواده میخواد زندگی بکنه، کل عمر در هر عرصه از زندگی خود با دیگرها به مقایسه میگیره و هر از گاه به این نتیجه میرسه که من ناکام، من ناموفق، من نازیبا، من ناشایسته و من نامطلوب هستم و همیشه با این احساس درونی به زندگی خود پیش میره و این پیامد اون موارد غیر مستقیمه که خانواده ها انجام داده یا تربیه نادرست و سبک نادرست تربیتی که والدین به کار برده، آرام آرام فرد را به اینی وضعیت رسانده. اینی وضعیت و اینی مقایسه را ما مقایسه ناامنی درونی میگیم.
یک مقایسه دیگه هم که میشه عنوان کرد مقایسه الگوهای کودکی است. یعنی مقایسه که یک زمان والدین کودک را با کودکان بیرون از خانه، با کودکانی که در صنفش است، با خصوص به اول نمره صنفش، یا به یک شکل با فرد و شخصی که در خانواده ها و مهمانی ها می دیده یا در رسانه ها می دیده، یک پسر و دختر لایق و یک دختر و پسر شایسته و لایق و با استعداد را که در رسانه ها می دیده، در شبکه های اجتماعی می دیده، ای همیشه و همواره این مثال را برای کودک و فرزند خود میده و این مقایسه آرام آرام سبب میشه که این مقایسه الگوهای کودکی در کودک شکل بگیره و کودک بعدن که بزرگ شوه به شکل پیامد نامطلوب این حس برش رخ بده که گویا ناکافی است و همیشه کودک در بزرگسالی خود را با دیگران در جامعه، خود را با لایقها، با شایسته‌ها، با زیباها، با ثروتمندها و اینا مقایسه میکنه و زمانی که مقایسه را میفته متاسفانه پیامدش برای کودک که امروز بزرگ است ای است که احساس ناکافی بکنه و معمول با یک وضعیت اضطرابی، با یک وضعیت نارام، ناراحت کننده و با احساس حقارت و به یک شکل عقده به زندگی خود ادامه بده. یکی از مقایسه های دیگری که میشه عنوان کرد مقایسه فشار اجتماعی است. این مقایسه به چی معنی است؟ این مقایسه به این معنی است که جامعه، اجتماع، مردم، خانواده ها، اطرافیان به حد پشت و به دنبال تجملگرایی و مصرفگرایی و برندپوشی و برندگرایی شده که این فردی که در این جامعه زندگی میکنه یا شخصی که در این جامعه زندگی میکنه و لباس برند نداره و یا به او شکل همسایش یا پسر کاکا و مامایش تولد را نمیتونه تجلیل کنه یا مثل پسر ماما و دختر ماما و دختر کاکا در رستورانت های خوب غذا نمیتونه صرف بکنه، مثل او همسایه ها و صنفی ها و اینا در موترهای لوکس و موترهای مدل آخرین مدل های سال و اینا نمیتونه به اصطلاح سوار شوه یا از او آیفون ها و ساعت ها و لگژری پوشیدن ها و خانه های مقبول و مبل و فرنیچری که اونا استفاده میکنه، چون از او تجمل پرستی و از او مصرفگرایی و در او مصرفگرایی و تجملگرایی نمیتونه با عزیزانش یا اطرافیانش یا در اجتماع مثل اونا شبیه به اونا نمیتونه به اصلاح خود همسان کنه و این تجمل پرستی و این موضوعات هم روز تا روز در حالت رشد و سرعت است و هر لحظه تغییر میکنه. این تجمل پرستی هر لحظه موارد بیشتر و بیشتر میشه، این به یک شکل فشار ایجاد میشه و این فشار سبب میشه که فرد خود را به مقایسه بگیره، فرد خود را هر لحظه و هر ازگاه مقایسه کنه. پیامد این قسم مقایسه ها علل خصوص مقایسه که از فشار اجتماعی میه بیشتر احساس بی‌ارزشی پیدا میکنه. فردی که در این قسم یک اجتماع زندگی میکنه، در این قسم یک خانواده زندگی میکنه، در این قسم یک مملکت و کشور زندگی میکنه، در بس و موارد حس میکنه که یک انسان با ارزش نیست، یک انسان خوب نیست، یک انسان کافی نیست. یکی از انواع و یا بگویم آخرین نوع از مقایسه را که به خانواده ها رخنه کرده و خانواده ها را به چالش کشانده و تبدیل شده به یک مقایسه خانوادگی، او مقایسه رسانه‌ای است یا شبکه های اجتماعی است. یعنی او خانواده‌ای که یک دختر جوان داره، یک پسر جوان داره و او دختر و پسر اینستاگرام داره،
تیک تاک داره و یا فیسبوک داره یا از این شبکه‌های دیگه داره و هر لحظه افراد و اشخاص را و همسنین خود و همسالان خود میبینه یا حتی صنفی خود میبینه که لباسهای مختلف میپوشه، موتورهای مختلف داره، در پارک ها و جاهای مختلف و زیبا میگرده، در رستوران های بسیار خوب غذا میخوره، اندام خوب داره، موهای خوب داره، جلد و رو سیمای خوب داره. این قسم جوانان، این قسم نوجوانان معمولا در این قسم شبکه ها زیر تاثیر میره و به یک شکل از اشکال خود را مقایسه میکنه و این امروزه تبدیل شده به یک نزاع و کشمکش و مشکل در خانواده و حتی مشکل نسلی. این قسم مقایسه ها معمولا پیامدش ناکامی است. یعنی فردی که خود آنچنانی که در اینستاگرام میبینه، او زیبایی را که در اینستاگرام میبینه، او ثروت و او سبک از زندگی را، او نمایش های واقعی و غیر واقعی زندگی را در اینستاگرام و تیک تاک و جوجه میبینه، خود ناکام فکر میکنه که خودش آنچنانی که باید موفق باشه موفق نیست. یک فرد، یک جوان و یک نوجوان ناکام است. اینمی جا است که هم با خانواده در جدل میفته و هم آرام آرام از آنچه که انجام میده، مثلا مکتب، مثلا کورس و امثال موارد، کم کم دل سرد میشه و فکر میکنه که مکتب، درس، تحصیل راه موفقیت نیست. با خصوص که بازده جمع اقتداد عزیزان دیگه هم پیدا شده و بیشتر اینا را تحریک کنه که یا زهر بپاشه در ذهنشان، زهرآلودشان کنه که خب مکتب نخوانین و مکتب به درد نمیخوره و پانتون به درد نمیخوره. از این قبیل چیزایی که بخصوص دمی برنامه های انگیزشی و اینا انجام میشه، اینا بیشتر برشان حس بد، حس ناکافی و علل خصوص حس ناکامی برشان رخ میده. اینا همه امروزه مقایسه های است که یک تعداد زیادی و بگوییم که یک تعداد کثیری از خانواده ها رو به مشکل روبرو کرده و ما روزانه با اینا در جلسات مشاوره روبرو میشیم و ما تصوریم است که از این قسم مقایسه ها و در این قسم مقایسه ها ما باید بیدار باشیم و بفهمیم، بیشتر بفهمیم و بدانیم که با این قسم مقایسه ها چطور در آغاز بلد شویم و بعد چطور با این قسم وضعیت روبرو شویم و مبارزه بکنیم. متاسفانه این مقایسه کردن ها علل خصوص در خانواده ها تبدیل به نزاع، کشمکش، مشکلات، نارامی، بیقراری و احساس عدم کنترل در والدین شده. یعنی ما میبینیم که از چند جهت به خصوص از نظر روانشناختی پیامدهای بسیار نامطلوب و منفی در خانواده ها گذاشته. میشه به چند مورد اشاره کرد. مثلا این مقایسه ها سبب شده که مشکلات عاطفی پیدا شود، مشکلات شناختی پیدا شود، مشکلات رفتاری پیدا شود، مشکلات اجتماعی همچنان برای فرد پیدا شود. منظور ما از مشکلات عاطفی است که معمول افراد دچار حسادت، تنفر، ناکافی بودن، مقایسه کردن، بیشتر و بیشتر در این چرخه واقع شدن، تعصب، بخیلی، فومو و امثال هم از این قبیل موارد عاطفی شده. از نظر شناختی هم متاسفانه این مقایسه کردن ها سبب شده که واقعیت تحریف شود و ما آنچه را که قبلا ارزش بود، مهم بود، انسانی بود، واقعی بود، او را دیگه ارزش انسانی و واقعی نبینیم. آرام آرام زندگی انسان ها میره با چند حرف، چند کلمه، چند میوزیک، چند مسخره، چند رفتار ریشخند و مسخره و بیهودی یا خلخندگونی که در شبکه‌های اجتماعی انجام میشه، آرام آرام این تبدیل میشه به ارزش اجتماع، به ارزش‌های اجتماعی. یعنی شما ببینین
اینمی رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی و بعضی از به اصطلاح بگویم اینمی فرهنگی که خب فرهنگ کلی هم نیست، یک خورده فرهنگ است، ولی شما ببینین امی بعضی افراد و اشخاص را که نامش نمیگیرم چقدر ادبیات کودکان ما را، لباسهای نوجوانان ما را، رفتارهای افراد و اشخاص را در مکاتب، کودکستانها، جامعه، محافل و مجالس میبینین چقدر تغییر داده، چقدر سبک لباس، سبک ادبیات، سبک زندگی تغییر کرده. بعضی ها شاید بگوید که خب استاد این یک چیز نو است، یک چیز جالب است، یک چیز مقبول است. منظور ما از او لباس های جدید، از او سبک نو زندگی و جدید نیست. منظور ما از او رفتارهای نامطلوب، رفتارهای خیلی خندگونه و مسائل که تمسخر و بیارزشی ازش، که یعنی وقتی شما در اونجا میبینین که اصلا نه فرهنگ است نه ارزش است، هیچ فرهنگی و هیچ ارزش در اونجا به اصطلاح مسئول نیست. من منظورم از او موارد بود. یعنی در کل واقعیت ها تحریف میشه. این بحث بسیار جالب است و عجیب است. یعنی شما فرد را و شخص را که در شبکه‌های اجتماعی یا جای میبینین و خود و زندگی خود و روزگار خود را با او مقایسه میکنین، خبر نیستین که اونمو زندگی، اونمو سبک، اونمو نمایش، اونمو رقم واقع نیست، با اونمو شکل نیست. واقع او زندگی نیست. در واقع او زندگی بیشتر فشار و بیشتر بدبختی و بیشتر جنجال و استرس و مسئله داره. اما ما که میم خود را با اونا مقایسه میکنیم، حس نادرست و نامطلوب و متاسفانه بد بر ما رخ میده. پیامد رفتاریش هم اگر در نظر بگیریم، در بسا موارد متاسفانه سبب شده که رقابت‌های ناسالم، انتقادها، سردی، جنگ، خشونت، بی‌آبرویی، رسوایی، بی‌عزتی، جنگ‌های رسانه‌ای، دشمنی‌های رسانه‌ای، تهدیدها، تحقیرها، اینا چقدر زیاد شده متاسفانه. شما روزانه میبینینش. این متاسفانه پیامد رفتاریش است و اونمو سبب میشه که در خانه ما، در زندگی ما، اولاد ما، پسر ما، دختر جوانم، پسر جوانم، عین رفتار را، عین حرکت را، عین تعامل را که در شبکه اجتماعی میشه به یک شکل یا بگوییم تا یک اندازه در زندگی واقعی خودم تقلید کنم و به یک شکل تقلید رفتاری شود و ما هم آرام آرام رفتار ما به اونمو شکل غیر واقعی، نادرست و نامطلوب و ناخوشایندی که در دیگران میبینیم و یا در رسانه ها میبینیم، متاسفانه به اون شکل و به اون طرف میره. در پیامدهای نامطلوب شناختی اجتماعیش هم اگر بریم، متاسفانه این مقایسه ها یا مقایسه کردن ها سبب شده که همدلی از بین بره. یعنی مردم دیگه به مثل قبل یا مثل اجداد و پدران و نیاکانشان همدل نیستن. مردم بیشتر همکاری نمیکنن. مردم بیشتر دیگه همدلی و همدردی و دلسوزی نداره. مردم بیشتر به دنبالی است که فقط به نفع خودشان، به سود خودشان کار را انجام بده و هر ارزش اجتماعی و هر ارزش انسانی هم اگر پایمال شد برشان مهم نیست. مردم بیشتر سرد شده. مردم بیشتر تعاملات اجتماعی معمولا جوهر واقعیش از دست داده. مردم به خاطر خوشی، به خاطر لذت، به خاطر رضایت، به خاطر همبستگی و همدلی جمع نمیشه. مردم بیشتر به خاطری جمع میشه و گرد هم میه که نمایش بده، که به اصطلاح شاف کنه و این سبب شده که بیشتر یعنی تحریف شوه آنچه که در اجتماع است و یا بود و این همچنان یک پیامد منفی این مقایسه ها و این مقایسه کردن ها است. و بسیاری از تحقیقاتی که در این حوزه انجام میشه نشان میده که اینمی مقایسه ها،
اینمی مقایسه کردن ها متاسفانه سبب نارضایتی که اشاره کردم، ناراحتی، انزوا، اضطراب، هراس اجتماعی، افسردگی، بعضا وسواس، بعضا فومو، بعضا سبب نگرانی و حتی تراماها در افراد شده. یعنی مردم با این مقایسه کردن ها به شدت تحت تاثیر میره و این تاثیر و این مقایسه کردن ها و هر لحظه خود را اعتماد به نفس خود را از دست دادن و هر لحظه خود ناکافی و ناکام و شکسته و ناکافی و ناکام شده و بدبخت و بی زحمت و بی دستاورد میبینه، آرام آرام میره به یک انزوا و افسردگی متاسف. این مقایسه ها و مقایسه کردن ها و یا بگوییم که کودکان هم از این مقایسه ها و مقایسه کردن ها در خانواده ها در امان نیست و یا بگوییم که اولین قربانی این مقایسه ها در خانواده ها این کودکان و نوجوانان هم است. متاسفانه بر ذهنشان اثر بد داره، از نظر روانی برشان پیامد بد داره، اعتماد به نفس خود از دست میده، خود بیشتر ناکافی میبینه، ناکام میبینه، دست میزنه به آنچه که نامطلوب است ولی موفقیت های ظاهری داره، انگیزه و علاقش نسبت به درس و مکتب و امثال و موارد کم میشه. بیشتر وقتی که دید که نمیتونه رقابت کنه یا نه تانست که خود مثل پسر کاکایش یا سنفیش بسازه، این شکست و این ناکامی را متاسفانه تحمل نخواد کرد و این سبب میشه که به یک شکلی با مواد مخدر رو بیاره، منزوی شوه و افسرده هم شوه متاسفانه. خب دوستان، میرسیم به این که به چی شکلی و چی نوع ما میتونیم از این مقایسه کردن ها و این چالش زندگی و خانوادگی خود رها کنیم. یعنی اجازه بدین بگوییم که میرسیم به چند راهکار و استراتژی که میتونه بر ما در یک قسم مسئله و یک قسم موارد در خانواده کمک بکنه. اولین مورد را که میشه پیشنهاد کرد خودآگاهی است. یعنی روزی که فرد به این آگاهی، این فهم و درک برسه که ما همچنان قربانی این قسم یک وضعیت هستم، ما هم یکی از افراد و اشخاص هستم که روزانه و یا بگویم همواره خود با دیگران و یا بگویم با دیگری با مقایسه مندازم و این حرکت و یا بگویم این رفتار از ما روزانه قربانی میگیره. اینمی آگاهی و یا بگویم شناسایی و یا امی درک یا فهم برای انسان کمک میکنه که این کار را و یا این رفتار را یا این عمل را که روزانه انجام میده از او دست بکشه. یعنی اول ببینین، بررسی کنین، تأمل کنین که چقدر شما تا این دم و یا این لحظه با بحثی که ما داشتم چقدر موافق هستین و چقدر خود را فردی میبینین که مقایسه میکنین و این مقایسه بررسی کنین، ارزیابی کنین که این مقایسه از شما چقدر قربانی گرفته. اینمی کار خود به عنوان یک استراتژی و راه حل کمکتان میکنه. یعنی باور ما در روانشناسی است که هر قدری که فرد آگاه شوه، دانشش و یا فهمش بالا و بلند بره، سبب میشه که نگرشش مایندستش تغییر بکنه و این نگرش سبب میشه که رفتارش هم تغییر بکنه. دوم و یا بگویم راهکار دیگه را که میشه برش پیشنهاد کرد پذیرش است. پذیرش یا قبول کردن امری است که برای فرد کمک میکنه تا همه جانبه به بررسی بگیره، به بحث بگیره، فکر کنه و ببینه که تفاوت یک بخش از زندگی است. یکی یک رقم موفق، یکی به دیگر رقم به دیگر شکل موفق،
یکی کمتر زیبا، یکی بیشتر ثروتمند، یکی موتر داشتن، دیگه یک امتیاز درسی یا ماستری داشتن. اینا بخش از زندگی است. اینا و به این شکل زندگی کردن جزء لاینفک و غیر انکار شدنی زندگی است. انسان و زندگی انسان متفاوت است. هیچ انسانی، حتی دو برادری که دوگانگی هم است، از نظر هوش، از نظر استعداد، از نظر دید و نگاه به ارزش‌ها، به پول، به هدف، به استرس، به زندگی، به زناشویی، به داشتن اولاد، به ارزش درس و تحصیل، نگاهشان فرق میکنه و این تفاوت حتمی است. پذیرش این تفاوت، درک این تفاوت و این فرق و این تفاوت ها بر انسان کمک میکنه که دست از مقایسه کردن ها برداره و بپذیره که کشور ما، شرایط ما، سن و سال ما، جنس ما، خانواده ما، رشته تحصیلی ما، پیرامون ما، امکانات ما، جو خانواده ما، وضعیت و حالت جغرافیایی ما، برق کشور ما، آب و هوای کشور ما، مردم کشور ما، همه فرق داره، تفاوت داره و این به این معنا نیست که خوب است یا بد است. فرق داره و پذیرش فرق و تفاوت بر انسان کمک میکنه که به یک شکل از اشکال از مقایسه و مقایسه کردن ها و از این که بهتر است که بدتر است، از این سبک سنگین ها، به یک شکل از اشکال دست برداره. این پذیرش یک کمک دیگه هم که بر انسان میکنه ای است که از رقابت ناسالم و جنگ و جدل و نزاع و وضعیتی که با خود در درون داره هم دست میکشه و به یک شکل رها میشه. یک راهکار دیگه یا بگیم سیومی که میشه به عنوان یک راهکار برش اشاره کرد، رشد درونی یا رشد خودی است. من فکر میکنم که خوبترین نوع مقایسه و یا تنها مقایسه که ما اجازه داریم، تنها مقایسه که به ما میتونه کمک بکنه، میتونه به ما حس خوب بده، ما را به آرامش ببره، رشد ببره و به ما بگه که بیشتر اقدام کو، بیشتر حرکت کو، کار کو. او مقایسه ما به گذشته ماست، بررسی رشد ما به گذشته ماست، بررسی مهارت های ما، سن و سال ما، روابط ما، دانش و فهم ما، ارتباطات ما و همه آنچه که ما داریم را به گذشته است. یعنی منی که امروز در جایگاه و جای هستم، در یک منزلت و جایگاه هستم، چقدر نظر به گذشتیم تغییر کردیم، چقدر نظر به گذشتیم پیشرفت کردیم، چقدر نظر به گذشتیم داناتر شدیم. شاید بعضی ها بگه که استاد ما دیروز هم موتر نداشتیم، امروز هم موتر نداریم. کل زندگی و یا بگیم که کل دنیا دوستان عزیز موتر و به خصوص بود مادی زندگی نیست. این مادیات یک بخش از زندگی است، یک بخش با ارزشتر زندگی است، مهمتر از زندگی است، ولی ببینین که بدون موتر دیگه چقدر تانستین دستاورد داشته باشین، چقدر تانستین موفق باشین، چقدر تانستین رشد بیابین، روابطتان گسترش بدین. هیچ چیز هم اگر نیست، چقدر تانستین که بعضی از روابط نادرست و ناسالم خود کنار بزنین. اینی وضعیت را ما رشد درونی میگیم، اینی وضعیت را ما رشد میگیم و این خود به ما این حس میده که بیشتر حرکت کنیم، بیشتر موفق باشیم و بیشتر کمتر اشتباه بکنیم. یک راهکار هم قدردانی است دوستا که میشه به عنوان راهکار چهارم برش اشاره کرد. ما در بسا موارد، در بسا از مسائل با موارد زیاده، با اشیا و معنویات زیاده در زندگی امروزی دست یافتیم، یا بگویم که موارد زیاده و چیزهای زیاده در زندگی ما است امروز. شاید سلامتی باشه، شاید داشتن اولاد و فرزند باشه، فرزند منظورم از دختر و پسر است،
شاید هم والدین باشه، شاید هم یک حداقل روزگار باشه که شما یک وقت نداشتین، یا موارد زیاد معنوی و مادی و ارتباطی و رشد و پیشرفت است که شما متوجه نبودین، شاید هم نبودین. فکر بکنین که موارد هم است در زندگیتان که باید قدردان، شکرگزار و سپاسگزارش باشین. اینمی داشته ها و قناعت به داشته ها و تلاش برای داشته های دیگه و خوبتر خود به انسان آرامش میده و در حرکت نگهش میداره. به این شکل و طرز دیدن و نگاه کردن همچنان میتونه برای انسان در رشد انسان و جلوگیری و دست برداشتن از مقایسه برای فرد کمک بکنه. یک راهکار دیگرم که به میشه راهکار پنجمی عنوان کرد اشاره کنم، او بازسازی شناختی یا ذهنی است. دوستا، ما با گذشت زمان، با سپری شدن بعضی از وقایع در زندگی و یا بعضی از شکست ها، تروما ها، یا بعضی از ارتباط ها، یا بعضی از اقداماتی که نباید انجام میشد، بعضا دچار یک سلسله خطاهای شناختی میشیم. یعنی بعضی از باورها، افکار و اندیشه ها در ذهن ما جا پیدا میکنن. مثلا مقایسه که خودش یکی از این خطا هاست. مثلا بزرگ نمایی، مثلا بعضا هیچنگاری، مثلا بعضا تفکر سیاه و سفید، مثلا بعضا حیثیتی ساختن بعض مسائل، یا بعضی اوقات مثلا بررسی قضایا به شکل احساسی، یا مثلا بعضی قضایا و موارد شخصی ساختن و امثال هم خطاهای شناختی و افکار منفی زیادی است که در لابلای از فعالیت‌های ما یا زندگی ما، روزمره ما او بر ما پیدا میشه، یا بگویم که از کودکی با ما میایه. این افکار را بازسازی کردن، این افکار را تصحیح ساختن و به جایش افکار مثبت و باورهای مثبت جایگزین ساختن همچنان میتونه که ما را از مقایسه و مقایسه کردن ها رهایی بده و ما به یک شکل میتونیم که به عنوان یک راهکار همچنان استفاده بکنیم. آخرین راهکار یا ششمین مورد و یا استراتژی یا راه حل را که میشه پیشنهاد کرد، او ارتباط عاطفی است. یک ارتباط عاطفی سالم و مثبت و خوب با خانواده، با اعضای خانواده، همسر، اولادان، اولادها و اطرافیان، گفتگوی خوب، یک تشریک نگرانی ها، نارامی ها و یک همدل و همراز داشتن در زندگی، به خصوص اگر او یک فرد و شخص باشه که ما را قضاوت نکنه، به ما بیشتر از راه و جنبه نصیحت و سرکوب پیش نبیه و بیشتر به یک نحو از نظر عاطفی ما را حمایه و سپورت کنه. داشتن طور یک فرد و گفتگو و صحبت با یک قسم یک فرد و یک شخص هم میتونه که ما را از مقایسه کردن ها دور کنه. مثلا زمانی که شما احساس ناکافی میکنین، زمانی که شما احساس حقارت میکنین، زمانی که شما دچار اضطراب میشین و میاین پیش یک فرد که من امروز در این محفل و این برنامه یا این رویداد دچار یک مقایسه شدم، فمو شدم، کمی برم حس داد، بخیلیم آمد، حسادتم آمد، این چطور است؟ این چی رقم میره کار کنیم؟ و او فرد مقابل با گفتگویش، با صحبتش، با حمایتش از خودت دوباره آرام و راحت بسازه. این هم میشه به عنوان یک راهکار و یک شیوه بسیار خوب عمل بکنه و ما را کمک بکنه. در کل اگر یک جنبندی بکنیم، میتونیم به این جنبندی نتیجه و پیام برسیم که
مقایسه به ظاهر یک کار ساده معلوم میشه، یک چیز بسیار آرام عادی و ساده معلوم میشه، اما از نظر روانی تأثیرات و پیامدهای بسیار عمیق و نامطلوب داره. پیامدهای نامطلوبی را که ما در پادکست به او اشاره کردیم بیشتر ناامنی است، احساس ناکافی است، نارضایتی است و کاهش اعتماد به نفس است و به یک شکل فرسایش عاطفی است. خانواده های سالم معمولا مقایسه نه، بیشتر پافشاری بر رشد اعضای خانواده داره. خانواده های سالم معمولا بر پایه همدلی، تعامل و رشد استوار است. در خانواده های سالم معمولا فرزندان مورد مقایسه نه مورد حمایت قرار می گیرند. در خانواده های سالم ما معمولا مورد مقایسه قرار نمی گیریم، رشد می یابیم، یاد می گیریم، تشویق میشیم، محبت میشه معمولا به ما و این برای ما یاد میده که در آینده ما هم رشد بدیم و محبت بدیم به اعضای خانواده. رشد واقعی و رشد حقیقی این نیست که ما خود با دیگران به سنجش بگیریم. رشد واقعی است که ما بسنجیم که ما گذشته چی رقم بودیم و امروز چی رقم هستیم. تشکر.